داشت بزرگی هم پول نداشتیم واسش کلیه بخریم، افتاد مرد. رفتیم واسش کفن خریدیم متری 6.5، مغازه بغلیش پارچه لباس مشکی مادرم خریدیم متری 4 تومن. کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم؟ سر جان آخه این چه توجیه بچگانه؟ یعنی هر کی مصیبتی داشته باشه باید بره شیشه تولید کنه؟ تا حالا یه نفر دیدین از بچگیش بشه بابای 10 نفر بزرگتر از خودش؟ 7 نفر خودمون بودیم، 4 تا بچه خواهر برادرم افتادن گردنمون. 11 نفری جمع شده بودیم توی خونه 80 متری نم کشیده تای کوچه تنگه که بنا بازسازیش نمی‌کرد، میگفت خاکش مرده. لباسشویی خریدم 3 ماهه زیرش پوسید، بالش زنگ زد. اون وقت کیه که ببینه چه بلایی داره سر استخونای پدر مادر من میاره اون رطوبت؟ راجب پرونده توضیح داری بنویس امضا کن، نداری پاشو برو، من گوشه بازی هم میکنم. بمیرم برای گوشاتم.